های چطورین؟ اسم من رهواست. خوش اومدین به ویدیو دیگه با من بچه‌ها. این هفته الان پنجشنبه شبه خب و من معمولا پنجشنبه ویدیوامو آپلود میکنم. دلیل اینکه الان دارم با این ریخت و قیافه و یکم دیر وقت الان در واقع شما قرار جمعه این ویدیو رو ببینین، جمعه این ویدیو آپلود میشه، ولی الان نه ایرپادم شارژ داره، نه اعتماد به نفس دارم، نه هیچی. فقط اومدم این ویدیو رو بگیرم که به قولم عمل کرده باشم و اونجایی که جمعه ها روزای تقریبا غمگینیه براتون این ویدیو رو بگیرم که روز بهتری باشه براتون. و میگم اصلا مشکلات اعتماد به نفس دارم الان، چون که توی دوران PMS هم هستم و قیافم قشنگ نمیتونم خودم رو نگاه کنم. اوکی، قراره که توی این ویدیو با هم دیگه رازا و اعترافای شما رو بخونیم که برای من نوشتین، بریم که با هم دیگه ببینیم چیا گفتین. چیزی بینمون نبود، فقط من یکم کسخل بودم، اینو اکسم گفته. چیزی بینتون نبود. خب تو خودت قبول کردی چیزی بینتون بوده که گفتی من کسخل بودم، اگر نه شاید منظورش اینه. ولش کن عزیزم، اون اگه آدم درست حسابی بود اصلا همچین حرفی رو نمیزد. ولش کن، ذهنتو خالی کن از همچین آدم کثافتی. خوشحال نیستم ولی این یه رازه. هی هممون همینطور، منم همینطور، خواهر یا برادر. همه فکر میکنن اکس دارم ولی ندارم. واقعا چقدر خوب. میدونی چیه؟ دیگه درگیری ذهنی نداری. واقعا ذهنت درگیر چیه؟ مثلا تو زندگیت اگه اکس نداری پس چه درگیری ذهنی داری؟ زندگی بدون اکس چه حالی میده بهت؟ کاش منم جای تو بودم، کاش منم اینه تو اکس نداشتم. البته شاید من آدمایی که میگن من اشتباهاتمو نمیشمرم، امیدوارم بر اساس این نگفته باشی حرفتو. وقتی خوابم میبره غیر ارادیش هستم و میخورم. آخه فکر کنی که میخوابه بعد غیر ارادی شستشو میخوره. خیلی نازه و اصلا بابتش خجالت نکشی. یه موقع ها خیلی گوگلیه. من اگه بودم و میدیدم که اینجوری که خوابیده واقعا بوسش میکردم. بسته. 2 سال و نیم عاشقم و گریه هم واسه اونه. اما همه فکر میکنن تقصیر گوشیمه. 2 سال و نیمه داری برای یه نفر گریه میکنی؟ تو 2 سال و نیمه داری برای یه نفر گریه میکنی چون عاشقشی؟ ولم کن. چقدر تو متعهدی. متعهد پایبند. متوجه نشدم. اگه با هم باشین که خب گریه برای چی میکنی؟ اگه با هم نیستین چرا اصلا گریه میکنی؟ ولش کن گریه نکن عزیز دلم. چون که 2 سال و نیمه خیلی زیاده. تو این 2 سال و نیمه میتونستی بری یه کاری شروع کنی، رو خودت تمرکز کنی و به یه درآمدی برسی یا به یه جایی برسی. به هر حال کلا از فرصتاتون درست استفاده کنید. الان تو بشینی گریه کنی برای یارو هیچی نمیشه، هیچ تأثیری نداره. رو کسی که رو من کراشه کراشم، ولی اون نمیدونه که من میدونم که روم کراشه. سبحان الله. خب تو الان تو باکس من چیکار می‌کنی؟ تو الان در حال اعتراف باشی. ملت چه شانسی دارن، یارو رود گراشه، تو روش گراشی. بعد الان چی بگم؟ والا چی بگم عزیزم؟ هر طور خودت راحتی، هر طور خودت صلاح میدونی. قربونت برم. من چی بگم آخه؟ من چی بگم به تو آخه؟ حتما صلاح دیگه. میتونم چیزای عجیب غریب رو ببینم ولی چون کسی باور نمیکنه جایی نمیگم. پس بین خودتون بمونه، به کسی نگو. بین خودتون و خودمون الان میمونه. خودم بدنم کبود میکنم، بعد هم فکر میکنم پارتنر دارم. چرا خودت باید بدنتو کبود کنی؟ البته من میدونم چجوری بچه‌ها این گردنتون رو بگیرین، خب بعد پوستش رو اینطوری بکشین، این کبود میشه. فقط اینجا امتحان نکنین. اگه فقط میخواین امتحان کنین، مثلا رو دستتون رو شکمتون یه جایی که معلوم نشه. من گردن نمیگیرم چون که واقعا میشه محکم بگیرید اینجوری کنید. ولی من نفهمیدم چرا تو خودتو کبود کنی. شایدم می‌دونی چیه؟ من یه وقتی مثلا اینجوری خوابم بعد دستم جلوی دهنمه، مثلا اینجامو این موقع کبود میکنم، ولی اینجا رو کسی نمیبینه. پارتنر کسی هم اینجا رو کبود نمیکنه. چی بگم والا عزیز دلم؟ قضاوت با خداست. من فقط باید پشمام بریزه. لزبیانم و یه دختر رو بوسیدم به سلامتی و دل خوش. اصلا بابتش از وجدان که چرا باید داشته باشی؟ خب گرایشته دیگه. سبحان الله. چی من میگم؟
هرچی بگم من میگم عذاب وجدان نداشته باشی. سوسک کشتم عذاب وجدان نداشته باشی که سوسکو کشتی. بچه‌ها این چند تا راجع به تجاوزه و من میخوام یکم براتون روانشناس بازی در ببخشید بنده مریضم. بابام بیشتر از این رابطه پدر دختری پیش میره. بهم تجاوز شده وقتی 7 سالم بود. عموم بهم تجاوز کرد. بذار من راجع به اینو قبلش یه چیزی بگم. اینی که نوشته بابام بیشتر از رابطه پدر دختری پیش میره میگه نمیخوام به کسی بگم چون مامانم بعد 12 سال طعم شوهر داشتن چه دیگه همچین چیزی بود که من ننوشتم. من نفهمیدم که اول اینو میگم نفهمیدم که ناپدریته یا مثلا بابای خودته. خب ولی باهاش بشین صحبت کن. اگه نمیخوای به کسی بگی مثلا به مامانت بگی بشین باش صحبت کن. بگو که آقای عزیز این کاری که تو داری میکنی باعث آزار و اذیت منه و من اصلا حس خوبی نمیگیرم. اگه میخوای نرینم تو زندگیت نرین تو منتالم و بیاین آدم با هم دیگه زندگی کنیم. و اونی که 7 سالش بوده عموش بهش تجاوز کرده اگه هنوزم عموت این غلطا میکنه برو به همه بگو. قشنگ لوش بده. خجالت هم نکش. از هیچی هم نترس. ببین اصلا تقصیر تو نیست. تقصیر هیچ کدومتون نیست بچه‌ها. هر کدومتون که بهتون تجاوز شده اصلا تقصیر شما نیست این قضیه. چون که متاسفانه شما تاوان مریض بودن یه آدم دیگر رو دادین و خب اصلا تقصیر شما نبود. یعنی نشینی با خود نبینم نشستی با خود داری میگی اگه من اون روز اینجوری نبودم اگه من اون روز این کارو نمی‌کردم. تقصیر تو نیست. آدمی که بخواد تجاوز کنه هر جایی باشی و هر پوششی باشی هر شکلی که باشی آدم مریضه. آدمی که بخواد تجاوز کنه کارو میکنه. این چیه؟ اصلا بابتش عذاب وجدان نداشته باشی. حالت بد نباشه چون که تقصیر تو نیست. و اگه میتونی به یه نفر بگی به یکی از اعضای خانواده‌تون که میتونه سخت باشه گفتنش زنگ بزنید 123 میتونین بگین یا به مدیر معاون به معلمتون به یه دوست بزرگسال یکی که مثلا بالای 18 ساله یا بیشتر مثلا بالای 20-30 ساله میتونین بهش بگین. خلاصه که فقط بابتش حس بد و عذاب وجدانی نداشته باشین. موقع نبینم فکر بدی کنین ناراحت میشم. چند بار خودکشی کردم. شما خیلی غلط کردی. میدونی چیه من خودم چند بار این کارو کردم. حالا که خودمونیم بذاریم بگم بچه‌ها من 11 بار خودکشی کردم. نه 10 بار. خب و بابتش افتخار نمی‌کنم. فقط دارم میگم که شما این کارو نکنین چون که آدمی که چند بار امتحان کرده و نمرده میدونی چیه فقط من نیستم. خیلی 1000 بارم خودکشی کردم ولی نمردن. تو هم نمیمیری چون که وقتش نیست. آدمی که زنده بودنش دلیلی نداشته باشه اگه فکر می‌کنی که زنده بودنت بیهوده است و دلیلی نداره و اینا اگه قرار بودش بیهوده باشه میمردی تو الان. یا مثلا همین البته دور از جونتون ببخشید که من اینطوری میگم ولی مثلا همین الان میمردی اگه واقعا بیهوده بود زنده بودنت. و اصلا به فکر خودکشی نباشیم. وقتش هممون میمیریم. شما اگه خودکشی کنین علاوه بر خودتون که اون درد و آسیبا تموم نمیشه فقط به بقیه هم آسیب میزنین. به کسایی که دوستتون دارن. حالا شاید بگین هیچ کس هم دوست نداره. نه عزیزم دارن. خیلی‌ها دارن. خودت هم میدونی فقط داری زر میزنی. حتی معلمت هم تو رو دوست داره. معلمتون بچهای مدرسه‌تون بچهای دانشگاه چه میدونم خانواده‌تون دوستاتون همه دوستتون دارن. و ببینین اصلا دوستتون هم نداشته باشن مرگ یه آدم ناراحت میکنه. تو وقتی خبر مرگ کسی بشنوی ناراحت میشی. پس نکنین کارو عزیز دارم. ببخشید من میگم که به خاطر هم مشکلات اعتماد به نفس و اینا دنبال کارهای تغییر جنسیتم. امیدوارم که موفق باشی گل من و بتونی به آسونی راحتی سادگی بوسوسی انجامش بدی و بری اشغال کنی بقیه زندگی تو. مامان بابام جدا شدن و کسی نمیدونه. خودم اتفاقی فهمیدم. خب به چیز منظورم اینه که ببین اگه بچه طلاقین حالا یا مشکلات خانوادگی دارین بابتش خجالت نکشین. من خودم بچه طلاقم و بابتش خجالت نمیکشم. و من از 7 سالگی مامانم جدا شدن و بچگی هر کی ازم میپرسه اینجوری بودم که آره مثلا مامانم جدا شده. اینجوری میگم با مامانم زندگی نمیکنم مامانم جدا شد. مثلا بابتش خجالت نکشین چون که تقصیر شما نبوده و نیست و نخواهد بود. من خودشون و اینکه جدا شدن بهتر از این که بخوام با هم باشن چون که روی اعصاب روانتون تاثیر میذاره. و همین امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنین برام کامنت بزنین نظرتون رو بگین. خدافظ.